اسنپبک فعال شد. دادستانی خوزستان اعلام کرده که خلاف وقایع بگید مجرم حساب میشید. چشم آقا، اصلا اسنپبک فعال نشده، جنسا گرون نشده، گوش 1 تومن نشده، تورم نیست، دلار نشده سر 12-13 هزار تومن، سکه نشده در سر 12 هزار تومن. همه اینا کار اسرائیل پدرسوخته است. اصلا فعال نشده که ما اینجا همه چی خوب، همه چی میزون، اصلا هیچ مشکلی نداریم، نه مشکل خونه داریم، نه مشکل برق، آب، گاز. همه اینا توهماتی که تلویزیون‌های خارجی میگن. ما هم که عقلمون کمه، اصلا عقل نداریم که. هزار ماشاءالله، هزار ماشاءالله. شما همتون با عقل، با مرام، با شعور همه اینا رو میفهمید. فقط این ماییم که نمیفهمیم. اگر میفهمیدیم تو ایران زندگی نمیکردیم.